معمولا کسایی که به خاطر موقعیت شغلیشون از دستشون بیشتر استفاده میکنن، این دو قسمت دست، این قسمت و این قسمت فشار زیادی رو دستشونه. دو تا حرکت میگم انجام بدید، حتما دردتون رو کمتر. حرکت اول، 4 انگشتمون رو به این صورت زیر دستی که میخوایم ماساژ بدیم میذاریم، به عنوان تکیه‌گاه ازش استفاده میکنیم و با انگشت شست به این صورت ماساژ میدیم. حرکت بعدی به صورت دایره شکل ماساژ میدیم. هر کدوم از این حرکات رو 10 بار تکرار میکنیم. در ادامه انگشت شستمون رو ثابت نگه میداریم، 4 انگشت از زیر دست بلند میکنیم، میچرخونیم و از سمت مخالف ماساژ میدیم به صورت دایره شکل. و اما قسمت پایانی و جذاب ماساژ این حرکته. تمام خستگی و انرژی منفی رو به این شکل از دستمون خارج میکنیم.